سلام و عرض و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز کانال جی اچ حسین. با اولین ویدیو از این چنل در خدمت شما هستیم و در این اولین ویدیو میخوایم صحبت کنیم که اصلا میخوایم چی کار رو بکنیم تو این چنل، چه هدفی داریم. اول از این مقدمه شروع کنم این که خب بسیاری از ماها برای کارهای اینترنتی که داریم، ثبت نام، نمیدونم کارهای اداری، بیمه و کارهای کافینت که داریم، خب باید به کافینت مراجعه کنیم قاعدتا و در برخی اوقات خب یا وقتشو نداریم یا حوصله‌شو نداریم یا اینکه خب کلا سخته دیگه، رفت آمدیشو، اذیت شدناشو، به قول گفتنی میری اونجا کارت انجام نمیشه، میگن سایت قطع و اینا، سخته. اولین هدفی که ما تو این چنل داریم این که میخوایم به شما کارهای کافینت رو یاد بدیم که خیلی راحت و ساده، با روش‌های ساده بتونین کاراتون رو داخل خونه انجام بدین و دیگه اذیت نشین که بخواین این همه راه برین تا کافینت و نمیدونم آیا ثبت نام بشه، سایت باز باشه نشه، اینا. این که میخوایم کلا در رابطه با کارهای کافینت اینجا ما به شما آموزش بدیم که شما دیگه برای انجام کاراتون نخواین به کافینت مراجعه کنید و با همون گوشی داخل دستتون یا سیستم عامل ویندوزی که دارین بتونین خیلی راحت از کارهایی که میخواین رو انجام بدین و دیگه نیازی نباشه بریم به کافینت و این چیزا. این از اولین موضوع. دومین موضوعش این که داخل این چنل ما بهتون آموزش میدیم که برای مثال شما از چه ترفندی استفاده کنین وقتی که سایت بسته است، و باید اون ثبت نام رو انجام بدین، از چه ترفندی استفاده کنین که بتونین اون سایت رو دور بزنین و ثبت نامتون رو انجام بدین و خدای نکرده اگر کنکور باشه عقب نمونین ازش. ما این ترفندها رو بهتون یاد میدیم، چه داخل موبایل باشه چه داخل پی سی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اکثرا از همکاران خود بنده هستن که میگن ثبت نام‌های کافینتی با موبایل انجام پذیر نیست، در حالی که چرا هست و شما با همون موبایل توی دستتون خیلی راحت میتونین کاراتون رو پیش ببرین. مثال بخوام براتون بزنم، همین ثبت نام ایران خودرو که خیلی هم سر صدا میکنه، شما میتونین به راحتی وارد سایت بشین و ثبت نامتون رو انجام بدین، در حالی که مثلا اگر شما بلد باشین داخل خونه خودتون انجام بدین. سلام رو دیوار نمیشتم، بله عذرخواهی میکنم، مشتری بنده بود. خب خیلی راحت بتونین داخل خونه انجام بدین ثبت نام ایران خودرو رو یا سایپا رو، همون سامانه یک پارچه خودرو که شما اگر بلد باشین خب خیلی به نفعتونه. اگر بلد نباشین بخواین تشریف ببرین به کافینت، حداقل 150 تا 200 هزار تومان شما هزینه‌تون میشه، در حالی که خودتون بلد باشین داخل خونه بزنین خیلی راحت به صورت خیلی مجانی برای خودتون ماشین ثبت نام کردین. این از این موضوع. موضوع دوم این که کانال ما رو داشته باشین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که ما ویدیوهای آموزشی گذاشتیم اولین نفرایی باشیم که میتونین اون ویدیو رو ببینین و کلی آموزش داریم اینجا، از آموزش کافینت، برنامه نویسی مقدماتی تا پیشرفته و آموزش فتوشاپ، آموزش پریمیر، آموزش گفتم باز
برنامه نویسی، اکسل، ورد که مهمترین ابزار داخل کارهای کافینت هستش، آموزشی پاورپوینت، برایت CD و چیزهای دیگه که ما اینجا در خدمتون هستیم. بله، آموزش ادوب اودیشن، لایت روم، فتوشاپ، پریمیر، در کارهای رسانه‌ای در خدمتون هستیم و این آموزش ها رو در ادامه براتون ویدیوهاشو ضبط میکنیم و میذاریم که شما از این ویدیو استفاده کنین رو کاراتون رو خیلی راحت با موبایل داخل دستتون انجام بدین. حالا برای اون دوستانی که PC دارن و از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنن چه برنامه هایی داشته باشن که کارشون راحت تر باشه؟ به جز برنامه گوگل کروم، فایرفاکس هم باید شما داشته باشین، چون بعضی از سایت ها با گوگل کروم باز نمیشه و با فایرفاکس باید حتما واردش بشین و این چون به خاطر فرمت های برنامه است و موتورهای جستجوشونه. برای کارهای تحقیقات و اینا پاورپوینت، ورد، اکسل که به صورت پیش‌فرض خودش نصب هستش روی ویندوزتون. برای کارهای ادیت، فتوشاپ که در آینده بهش میپردازیم، ادوب پریمیر باید داشته باشین. اگر شما میخواین فاکتور بزنین و یه شرکت دارین یا مغازه دار هستین، میتونین از نرم افزار محسن فاکتور استفاده کنین که این هم در ادامه به آموزشش میپردازیم که خیلی راحت بتونین برای خودتون تو خونه فاکتور بزنین. این از این موضوع. در ویدیوهایی که ما برای شما آپلود میکنیم میتونید نظراتتون رو بذارین، انتقادات، پیشنهادات و خب دوستان عزیز تا اینجا رسیدیم. کانال ما رو سابسکرایب داشته باشیم، با آموزش های بیشتری در خدمتون هستیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشیم و آشنا شده باشیم با چنل ما و امیدوارم که در آینده بتونیم کمکتون کنیم. کامنتاتون رو میخونیم، انتقادات، پیشنهادات، نظرات، هر چی داشتین در خدمتتون هستیم و اگر دوست داشتین آموزشی رو هم یاد بگیرین کامنت کنین، حتما میخونم و در خدمتتون هستم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، منتظر ویدیوهای بعدی باشین. این اولین ویدیو از کانال GH حسین بود. بنده حسین هستم و در خدمتتون خواهم بود در آینده. در اینجا هم که توضیحات رو دادم، لینک اینستاگرام بنده است. اینجا هم میتونید در دایرکت به بنده پیامک بدین، دایرکت بدین و سوالاتتون رو اونجا جوابگو هستم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خدا یار و نگهدارتون.